خب داستان حالا محسن افشانی الدنگ به این آقا گفته که شما بیایید در واقع توی چیز اول پخش کنم. بذار اول وایس رو پخش کنم، اجازه بده. خب این وایسی بوده که پخش. بذار اینجا چتاشون بوده با هم دیگه. حالا من چون شما تلفن یک رد و بدل شده نمیتونم چت و نتونشون بدم، فقط صدا رو پخش میکنم که کاملا هست. داشت محسن افشانی داشتم مشتی اصلی و فورس افزار پخشم داری. اینم گفتم با صدای گلزار بگم عشق منی داداش، کار چیزی شما در خدمتیم. این وایس امیر میفرسته برای محسن، شماره واتساپ رو میده و میگه که بیا واتساپ با هم صحبت. نقشه‌شون چی بوده؟ بگو پویان. نقشهشون این بوده که بیان لایوی که خانم ریحانه پارسا و آقای محسن افشانی میخواستن بذارن، میخواستن که به ایشون یعنی فیک آقای صدای آقای گلزار زنگ بزنن و بگن که آره نظرت راجع به مهاجرت ریحانه پارسا چیه. ببین اون چقدر دنبال حاشیه است، دنبال اینه که مفت آدمای مختلف رو ببره. اومده بود اینجوری گفته بود. وایس رو میفرستن برای نمونه، وایس رو میفرستن برای ریحانه پارسا. ریحانه پارسا فیک صدا، کامنت ها رو با هم بدیم. این صدای تقلیدی اینه. بگو بم بودن صداشو کم کنه. ریحانه پارسا میگه بگو بم بودن صداشو کم کنه. محسن افشانی اینو میگه. داشت من سه‌شنبه ساعت 10 شب میخوام با ریحانه پارسا یه لایو 2 نفره بزنم، اون وسط ها میگیرمت و اسم میارم، مثلا میگم یکی از سلبریتی های ایران که سوپر استاره، خوام به زنگ بزنم نظرش رو در مورد این اتفاق ریحانه بپرسم. انگاری تو رضا گلزاری نظرت میدی قطع میکنی، اسمم نمیاری، خود مردم تشخیص بدن. ببینید چرا که داداش هماهنگیاش شد. خب من میخوام اون وسطا مثلا هماهنگیاش با ریحانه پارسا شد دیگه از سوپر استار ایران یه سوال کنم در مورد این اتفاقی که افتاده برای اسم نمیاریم، مثلا شاید ندونه، دوست نداشته باشه. من اتفاقی ها میخوام این کارو بکنم، اتفاقی کارو میکنم. میگم سلام داداش گلم، دلتنگیم، مشتاق دیدار و اینکه تو خیلی عادی سلام علیکم میگم، عذرخواهی میکنم الان تو صدای شما تو لایو منه و اینکه اسم نیاوردم، مثلا شاید علاقه نداشته باشی ولی دیگه صدا تو محبوبیتت انقدر شناس مطمئنا میشناسنت. ریحانه پارسا الان تو لایو ماست، اینجوریه هم نظرتو بدونم در مورد اینکه بالاخره یه دوره‌ای ممکنه شما الان چرا اینجوری شده که تا یکی یه سفر خارجی میره سری براش حاشیه میذارن این داستانا. حالا سوال و جوابش با تمام میکنن، اون جوابی که قراره بدی رو قشنگ رو صدای تمرین کن. میخوام بترکه، میخوام بگن آقا رضا گلزار بوده. میخوام رفتم از فرودگاه آوردمش، من اصلا نمیشناختمش واقعا. چی؟ خانم ریحانه پارسا رو. بله هولی به ما در واقع به یه دوست زنگ زده بود، نمیدونم مشکلی براش پیش اومده بود، نمیدونم فرداش ممنوع الخروج میشد، پرونده داشت تو ایران. پرونده چی هم بود؟ پرونده یه پولی از یکی گرفته بود نداده بود بهش، یه پیج خریده بود، یه همچین چرت و پرتی بود. بعد قرار بود ممنوع الخروجش کنن. بعد اومده بود من آوردمش، شبم رفتیم یه جا، یه هتل براش گرفتیم بدون هیچ چیزی، بالاخره یه سری هزینه کردیم واسه این خانم، هتل براش گرفتیم. شبم حالا خودمون رفتیم اونجا ببینیم چیزی کم و کس نداشته باشه، ولی تنها گردن بگیری. آره تنها رفتم راستشو بخوای، پیشش هم بودم تا پاسی از شب، پاسی از سحر. بعد چیز خواستم سوال هم یادم رفت. تا پاسی از سحر هم در خدمت ایشون بودیم. باز یه چند روز بعدم اومد پیش ما، اومد یکی دو روز پیش ما بود، دوباره رفتیم با هم مسافرت. خیلی دوست داشت که بالاخره ما حالا با همسر سابق ما هم یه جورایی توی دعوامون بی‌نقش نبودیم. بنده خدا توی هتل هم بله ما یه شب و جدای از نیرو فکر کنم موثر بودن دیگه، نه زیاد، تقریبا 70-80%. بعد
یاد نیست نرمال. خب آره. بعد هیچی اون شبم در واقع ما برگشتیم، یعنی نیلی برگشت از مسافرت. البته حالا داستانای من و نیلی خیلی طولانی بوده و واقعا دیگه نمیتونه، و برای فالوور و شخصیت واقعیش اینه یکی دو بار الان اینجا مثلا داره برای من بنزین میزنه مثلا. خب نگاه خب کی؟ خانم ریحانه پارسا. یکم زوم میکنی رو تصویرش. خیلی هم خب جست اینم بلاک ماست. خب خوبم بنزین میزنه، خوب میزنه. چیز محترم این پارسا بت و من بودم میگفتم یا سینما بت یا پارسا بت، بین دوتاشون شک داشتی میخواستی کدومشو بزنی؟ تا اسم سایتت هم باید بگیم. چقدر آدم بی شخصیت و دو شخصیته. چرا پارسابت؟ نمیدونم بزنه یا نزنه، هر کاری میخواست. من به عنوان به ما دادا نمیدونم همش با این میخواد بره تو سیستم سیاسی میاسی فلان که چیکار کنه که در واقع پناهندگی در بیاره و ادای گلشیفت خانم فراهانی که ایشون هم من فکر چیزه. حالا بالاخره همینجا همین روی این موب داشت با سام درخشانی صحبت میکرد، بهش گفت فردا تو ببین مصاحبه کن با تیوی پلاس، نمیدونم آدم خودشون اینا، مصاحبه کن صحبت کن بگو که آره ریحانه پارسا هم رفت دیگه بر نمیگرده. بعد فرداش خودش میزد به ناراحتی او این رفته گفته فلان بیسار. و همین روی این موب اینجا نشسته بودی دقیقا که زنگ زدی به سام درخشانی بود، نه سام نوری بود، نه کی بود زنگ زدی بهش. آره. یا اون که مثلا رابطه توی ماشین که داشتیم برمیگشتیم از اول تا آخر داشت با یه نامه‌نگار صحبت میکرد، میگفت نمیدونم اون خانومه نمیدونم اون فیلمه چقدر پول دادن، تازه نتفلیکس هم قبولشون نکرده برن تو نتفلیکس. اینو خبرها رو بذار دسته اول، همش دنبال این داستانا. بعد از این ور بیا ادای تنگدار در بیاری. باز من یه سری مسائل خصوصی تو اینجا نمیگم، چون اگه بگم اون چیزایی که میکنی تو دماغ و اینا رو نگم دیگه، زشته. با رابطش با همین محسن مرادی بگی تایید میکنی آقا؟ داداش این آدم امیر محسن آدم مظلومیه. من نمیدونم الان بگم برای اون درد سر نشه، ولی با اونم دوست بود، داره هر 24 ساعت با هم صحبت میکردن. حتی یه بار توی ماشین یه اسکرین شات گرفت، اون بنده خدا خیلی ناراحت شد، شاکی شد، رید سر تا پای بنده خدا، رید به ریحانه سر تا پای بنده خدا، رید به ریحانه. بله هم هودی است، هودی معروفه، هم خونه ماست دیگه. زوم کنین گوشه رو لطفا خونتون مشخص باشه. آره دیگه همون خونه است اینا. خب دوستان در جریان باشید. کسایی میان